سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره که این آخرین اعلامیه همستر رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که دقیقا چی گفته و توی ایردراپ ما تاثیر خواهد گذاشت یا نه. قبل از همه چیز ممنون میشم حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتید این ویدیو رو لایک کنید. دیگه بدون معطلی بریم سراغ اصل ویدیو. ببینیم ما متن رو آوردیم داخل ترنسلیت، الان دقیقا از روش میخونیم و بازم اگه نکته باشه بهتون میگم در ادامهش. همون اولش نوشته که مدیران عامل محترم، یعنی منظورش ماهیم که داریم گیم رو پلی میدیم. نمیشه همونطور که توی وایت پیپر بروز شده خود اشاره کردیم، ما در حال ساخت یه پلتفرم بازی هستیم که بازی‌های وب 2 و وب 3 رو با هم ترکیب میکنه و از این توکن همستر پشتیبانی میکنه و گسترش میده. منظورش از وایت پیپر دقیقا این قسمت داخل سایت اصلی همستر که وقتی بزنیم روش این قسمت براتون باز میشه که میگن جدیدن بروز کردیم و اینجا هم خودشون اشاره کردن که گفتن در وایت پیپر بروز شده خود اشاره کردیم، اینجا رو بروز کردن. خب حالا زیاده اینجا رو اصلا نمیشه خوند، بریم ادامهش رو ببینیم چی گفته. گفته از امروز بازی‌های جدیدی اضافه می‌کنیم تا شما انتخاب‌های متنوعی داشته باشی و بتونی بازی‌هایی که بیشتر دوست دارید رو انجام بدید. 3 تا 4 تا بازی اضافه شده که دقیقاً شما بر حسب سلیقه خودتون میتونید انجام بدید. برخی از بازی‌ها بهتون کلید میدن و برخی هم ارز داخلی رو فراهم می‌کنن و این بازی‌ها اکوسیستم ما رو گسترش میدن. توی بعضی از بازی‌ها شما میتونید دقیقاً کلید بگیرید و توی برخی هم ارز داخلی رو فراهم می‌کنن که اون ارز داخلی مربوط به همون بازی و امتیازی که داخل همون بازیه میگیرید. پایین نوشته با همکاری با بازی‌های پیشروان صنعت ما میتونیم یک اکوسیستم پایدار با تقاضای توکن محکم بسازیم. داره توضیح میکنه که ما چرا این بازی وارد ربات کردیم و کلا میخوایم چیکار کنیم. کلا میخواد که یک اکوسیستم پایدار با تقاضای توکن محکم بسازه. کلا داره خودش رو خوب جلوه میده تا اینجا اینجوری بگم بهتون و دلیلش رو میگه که میخواد کلا یه اکوسیستم پایدار درست کنه. پایین نوشته این حوزه توسعه ما رو از سایر پروژه‌های رمزنگاری متمایز میکنه. ما میخوایم تا حد امکان تقاضا و سودمندی بیشتری رو برای فهرست ایجاد کنیم. منظور از فهرست همون لیست شدنه. میگه ما میخوایم تا حد امکان تقاضا و سودمندی بیشتری رو برای لیست شدن انجام بدیم. این تقاضا باید از قبل ساخته و بیمه شود و این دقیقاً همان چیزیه که ما در حال حاضر روی اون داریم کار میکنیم. الان جدیداً 3 تا بازی دیگه به جز اون دوچرخه وارد پلیگرام شد. این اطلاعی همستر هم داره میگه که اگه تونستید حتما بازی کنید چون بهتون داخل بازی کلید میده و ممکنه بعضیاش هم از ارز داخلی براتون پشتیبانی کنه. کلا میگه که ما این بازی‌ها رو به این دلیل اضافه کردیم که بتونیم یه اکوسیستم پایدار با تقاضای توکن محکم بسازیم. دیگه چیز خاصی نداره که بخوام بهتون بگم. اگه دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک این ویدیو هم فراموش نشه.